هستی نامزو یافت، فلک گردش زمین آرام زو یافت. سپاس و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. الله سبحانه و تعالی مخلوقات را آفرید تا اینکه او یک و یگانه اعتقاد کرده شود و یک و یگانه عبادت کرده شود و به او کسی یا چیزی را در این دنیا شریک آورده نشود. الله تعالی در سوره زاریات گفت: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جنها و انسانها را نآفریدم مگر برای آن آفریدم تا اینکه مرا یگانه شمارند، یگانه اعتقاد کنند، یگانه عبادت کنند و برای من کسی و چیزی را شریک نآورند. سبب آفریده شدن جنها و انسانها را در آن بیان کرد که الله تعالی را یگانه شمارند و الله تعالی کسی و چیزی را شریک نآورند. و همین گونه سبب خلق آسمانها و زمینها و سبب فرستانیدن پیغمبرها و سبب جنت و دوزخ آفریده شدن را هم در آن بیان کرد که مخلوقها الله تعالی را شناسند. پروردگار عالم گفت که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهم یتنزل الامر بینهم. الله تعالی ذات است که هفت قبل آسمان را آفرید و من الارض مثلهم، از زمین هم مثل آسمان آفرید، یعنی هفت قبل. یتنزل الامر بینهم، امر فرمان پروردگار بین آسمان ها نازل می شود، سخن خدا نازل می شود، همراهی فرشته ها و پیغمبرها می رسانند، یا امر فرمان خدا نازل می شود. لتعلموا، الله تعالی اینقدر آسمان های عظیم، زمین بزرگ، مخلوقاتی که در زمین و در آسمان و بین اینها از اینها را آفرید. لتعلموا، گفت که برای آن آفریدم که لتعلموا، تا اینکه شما دانید که ان الله علی کل شیء قدیر، الله تعالی بر همه کار قادر است. و ان الله قد احاط بكل شیء علما، تا اینکه شما دانید که الله تعالی تمام چیز را با علمش احاطه کرده است. چون هر چیز مخلوق پروردگار است، الله تعالی آفریده است، الله تعالی علم کامل در حق آن مخلوق دارد. تا اینکه شما قدرت خدا و علم خدا دانید، گفته من این قدر مخلوقات آفریدم. بنابراین این مخلوقات عظیم بیهوده آفریده نشده است. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، پروردگارا در سوره آل عمران تو این مخلوقات را بیهوده نآفریدی. سبحانك، تو از بیهودگی پاک هستی. الله تعالی بیهوده این کار اجرا نمی‌کند. هر عملی که خدا کرده است، هر کاری که خدا کرده است، هر مخلوقی که خدا آفریده است بیهوده نیست. پاک از خداوند از بیهودگی و از بیهوده آفریدن. بنابراین این آیت ها دلالت بر آن می‌کند که بزرگترین چیز و بزرگترین واجب برای بنده ها این شناختن پروردگار است. چون پروردگار عالم این کارها را کرد تا اینکه شما دانید که پروردگار شما به همه کار قادر است، قدرت خدا را دانید. و همین گونه پروردگار عالم شناختن خود و معرفت پروردگار، خدا شناسی و یگانه شناسی پروردگار را اصل دین و اساس دین خوانده است. در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گفتند که پیغمبر علیه الصلاة و السلام گفتند: بنی الاسلام علی خمس، اسلام و 5 بنا عمارت شد. بنا شد شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اولین بنا، اولین اساس و اصل شریعت این شهادت دادن به یگانگی الله تعالی که غیر الله تعالی دیگر معبود بر حق نیست، دیگر خدای بر حق نیست، و ان محمد رسول الله و محمد رسول خدا است. این اصل شریعت است. الله تعالی 124,000 پیغمبر، 315 رسول فرستاد. مهمت و وظیفه بزرگترین همه آنها این بود که برای مردم
در این عالم غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر خدای حقیقی نیست. واقعا هستند خداهایی که غیر الله تعالی امروز عبادت میشوند. از زمان نوح تا زمان ما تا روز قیامت خداهایی هست که مردم برای خود خدا گرفتند و عبادت میکنند، لیکن اونها خداهای باطل هستند. خدای حقیقی که از دست او تمام کارها میآید و او به همه کار قادر است و تمام مخلوقات و موجودات را خودش آفریده است، آن سزاوار عبادت است. شهادت میدهم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. باید همه پیغمبرها برای قوم خود همین وظیفه بود که رسانند و تعلیم دهند. حضرت نوح علیه السلام 950 سال برای مردم فقط یک کلمه تعلیم میدادند: لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. لا اله نیست خدایه، یعنی خدای بر حق نیست الا الله، غیر الله تعالی. یگانه خدای حقیقی الله تعالی است. 950 سال مردم را دعوت به این کلمه کرد. همین گونه دیگر پیغمبرها الله تعالی گفت که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در حقیقت ما برای هر یک امت پیغمبر فرستادیم، آنها میگفتند که برای مردم ان اعبدوا الله تعالی را عبادت کنید، واجتنبوا الطاغوت، از آن طاغوت ها پرهیز کنید. طاغوت هر چیزی که غیر الله تعالی عبادت میشود. مردم اونا برای خود خدا گرفتن، خواه درخت است، خواه غار است، خواه سنگ است، خواه قبر است، خواه مزار هست، هر چیزی که مردم اعتقاد میکنند و او را بزرگ میشمارند و او را تعظیم میکنند، اون کارهایی که باید نسبت الله تعالی میشد نسبت اون مخلوق میکنند به خدا گرفتن و انسان‌های هم عبادت میکردند. حیوان‌ها رو امروز در بعضی کشورها در هندوستان تقریبا 3000 خدا هست، مردم عبادت میکنند. همه پیغمبرها وظیفه‌دار بودند که برای مردم تعلیم دهند که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. بنابراین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه دعوتشان فقط یک بود: فقط الله تعالی را عبادت کنید. این بت‌ها شما رو میشنوند، نه برای شما فایده میرساند، نه ضرر میرساند، نه ضرری به سرتان آمده را دور کرده میتواند. اینها خاک هستند، لای هستند، گنگ هستند، کم هستند. اینها را شما ساختید، شما نامگذاری کردید، با دستشان میساختند، نام میموند، با عبادت میکردند. پیغمبر خدا 13 سال در مکه مکرمه فقط دعوتشان به یگانگی الله تعالی بود. نماز که ستون اسلام است، رکن دومی اسلام است، برای 12 سال فرض شد. 12 سال مردم به نماز فرض نشده بود، برای آنکه اگر نماز خوانند از غیر الله تعالی عبادت بکنند، غیر الله تعالی، از غیر الله تعالی یا بپرسند، واردی آنها با بازگشت آنها به آتش دوزخ است. الان بسیار خودی سپیدهای ما در مسجدها از مرده‌های عالی می‌پرسند، پیر یا پیرها مددگار شوند، پیر استادها تربیت کنند. نماز خواندن اینها فایده ندارد. بنابراین موضوعی که برای شما اختیار کردیم مهم است. شب و روز نماز گزارید، روزه دارید، حج کنید، خیر کنید و خدا ضربه شرک بیارید، شما در آتش دوزخ ابدالآباد می‌سوزید. بنابراین چی فایده درباره نماز گپ زدیم؟ چی فایده درباره روزه گپ زدیم؟ ولی شما شریک به خدا می‌آورده باشید. مقصد بنده‌های خدا، مقصد پیغمبرها و مقصد علما و مقصد طالب علم‌ها از دوزخ نجات دادن مردم است. چیکار کنند که مردم در آتش دوزخ نسوزند؟ پیامبر علیه السلام همسایه‌شان یهودی بیمار شد، فرزندی نابالغ بود یا در روایت بالغ بود، جوان بود. پیامبر علیه السلام زیاد عیادت دارد. یهودی بود. وقتی که در آمدن دیدن که در سکرات الموت بود، گفتن که یا غلام قل لا اله الا الله، ای بچه لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست و ان محمد رسول الله، محمد رسول خدا است. پدرش استاد است. کودک به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نظر کرد و به پدرش نظر کرد. پدرش گفت که اطع ابوالقاسم، پدر قاسم را اطاعت کن. پیامبر علیه السلام باوری نداشت. نمونه پیامبر را نگفت پدر قاسم را اطاعت کن، گفت آن چیزی که پدر قاسم میگفت اجرا کن. ثانی پدر لا اله الا الله محمد رسول الله. پیامبر علیه السلام آمده چی گفتن؟
الحمد لله الذي انقذه من النار. حمد درگاه الله تعالی که همین بوده که از آتش دوزخ نجات داد. این بس ازدیمه وظیفه پیغمبرها و وظیفه پیروان پیغمبر مردم را از آتش دوزخ نجات دادن.